امروز در اساس دستور و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شاهنامه بیزوال فردوسی در دو جلد 1 و 2 به ساکنان ناحیه نورآباد تقدیم شده است. شاهنامه این خود وطن است، شاهنامه زندگی است، شاهنامه سخن است، شاهنامه کارنمایی بی‌مثل و بیزوال دور زمان مبارزه برای مرز و بوم وطن اجدادیشان بود و امروز بعد از خود و بررسی و خواندن کتاب شاهنامه از هر یک عائله که در ناحیه نورآباد است ما باوری داریم که آنها حس و محبتشون باز بیشتر به مرز و بوم وطن و وطنداری خویشتن شناسی در رویه وطن دوستی وطن پروری و خویشتن شناسی تربیت نمودن نسل نورس را سرمشق کاری خود می نمایند. چون که امروز هر یک ما وظیفه داریم که تلقین کنیم و در هر یک عائله آن را باید خواند، نقطه به نقطه آن را داند و بیشتر محبت خود را به این وطن به این سرزمین بیشتاسا زیاد نماید. چون که این سرزمین بیشتاسا این صلح و ثباتی که امروز در سراسر کشور است با آسانی به دست نآمده است و در نتیجه همین مبارزه های بیامان، جانفدایی ها و کارنامه های بی‌مثل و مانند و هدف ها و عمل هایی که امروز پیشوای ملت برای رسیدن به زندگی شایسته مردم کوشش به خرج دادند. ما باوری داریم که این جلد های شاهنامه پرره خوانده می شوند و کتاب هر روزه هر یک عائله نورآبادی می باشد.